غمت نشست به جانم دگر بلند نشد. کسی شبیه گدای تو سربلند نشد آقای من. کبوترین ولی دانه نیست حاجت ما، به اوج پر نزند آن که نظر بلند نشد. تو را میخوایم آواز عزیز دل فاطمه، قربون اسم قشنگت برم حسن ابن علی. امروز اومدیم گداییم، آبادونه نمیخوایم، فقط اومدیم التماست کنیم، اجازه بدی صدات بزنیم، باهات حرف بزنیم، برا غربت و مظلومیت گریه کنیم. آقا جان شنیدم هم شما خیلی مادری بودی، هم مادر خیلی حسنی. شنیدم مادرت خیلی خوشحال میشه کسی برای شما گریه کنه. فدات بشم آقا جانم، جان مادرت به چشمامون نگاه کن. 1 ماه خورده ایه هر شب برا حسین مجالس رفتیم، کم و بیش گریه کردیم. آقا تو بیا آبرون امروز بخر، نکنه اسم شما بیاد دل ما زیر نشه. حسن جانم کبوتری که نشسته است روی بام شما، به سنگ مردم بی بال و پر بلند نشد. شما رو رها کنیم کجا بریم؟ فما احلا اسماکم، چقدر شیرین نام شما. بکم فتح الله و بکم یختم، اول آخر عالم شمایی آقا جانم. دستم به دامن حسن جانم. نه من کیم در بین عشاق شما و متوسلین به شما. دم مسیح دم یا حسن حسن حسن، دم مسیح دم یا حسن 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 است. به غیر نام شما محتضر بلند. اگه مرده زنده کرد بالا سر هر مرده این نام شما رو برد.
یا حسن ابن علی امروز بیا جان مادر دین مرده رو زنده کن آقا میان آتش ایلگون آب شد جگرم ولی برای تو آه از جگر بلند نشد هر مردی کسالت پیدا کنه همسرش مثل پروانه دورش میگن اما غریب مدینه به دست همسرش مسموم شد آقامون به خودش میپیچید ملعون تماشا میکرد ای غریب آقا ای غریب آقا نمیدونم دلیلش چیه شاعر این شعر بدون مقدمه وقتی شروع کرده به روضه امام حسن گفتن اینجور سخن گفته آقا بگو تمام مقاتل دروغ میگویند چیو؟ بگو تمام مقاتل دروغ میگویند صدای هیچ کس از پشت در بلند نشد معلوم شد دلیل شهادت امام حسن چیه یه ناله‌ای بین در و دیوار بلند شد اون ناله کشت حسنو عشق چشمان ترش میگه نزن پاره های جگرش میگه نزن مرحبا 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 الهی خیر ببینی به حق آقا امام حسن مجتبی باریکالله مادرش داره میبینه اول کسی که وارد شد زینب بود زینب جان عزیزم برو تشت رو بیار زینب سلام الله علیها تشت رو گذاشت جلو امام حسن دید حسن دو طرف تشت رو گرفته پاره های جگر میاد اما زیر لب نمیگه وای جگرم زیر لب هی میگه نزن نامرد نزن میخوام روضه امام حسن بخونم براتون شما هم حسینی زجه بزنید برا حسن عشق چشمان ترش میگه نزن میخوای روضه خون باشی پاره های جگرش میگه نزن میدونی چرا پس از این همه سال نفسای آخرش میگه نزن آخه زخم تازه را نمک زدن غرور جوونیشو محک زدن مگه میدونی چی میخوام بگم وای مادرم مادرم مادرم
وای مادرم مادرم با امام حسن بگو وای مادرم 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 خیلی حال خوشی داری من به خودم باشه همینجا تمومش میکنم نتیجه را گرفتم اما صحبت از حسن قریب مدینه است گرچه شنیدنش برات سخته ولی میخونم الله آخه خیلی زرنگ بوده شاعر میگه زخم تازه بعد این همه سال بله غم فاطمه مگه کهنگی داره زخم تا آخه زخم تازه رو نمک زدن غرور جوونیشو محک زدن وقتی بچه بود یه روز جلو چشاش تو کوچه مادرشو رفقا هر وقت صحبت از امام حسن میشه این جمله میاد سراغم رهام نمیکنه بعد مدتی که گذشت زینب دید خیلی کز میکنه یه گوشه هی خیره میشه به یه گوشه هی سرشو تکون میده هی زیر لب میگه مادر خیلی شرمنده‌ام اومد سراغش یه روز گفت حسن جان داغ دیدی منم دیدم بی مادر شدی منم شدم همه اتفاقا برا همون بوده چرا اینقدر خودت آزار میدی هر روز گوشه ای کز میکنی زار زار آخه تو که نمیدونی وقتی با مادرم میرفتم برا فدک مادرم به من میگفت حسن جانم تو با من بیا یه مرد همرام باشه مادرم رو من حساب کرده بود همه حسابای مادرم به هم ریخت زینب هرچی ما عقب میرفتیم اون جلو میومد زینب جان با صد امید حامی مادر شدن ولی قدم کوچیک بود اون بیادبم لند و هور بود دستش ز سر گذشت امان از دل امام حسن مجتبی همین که یه بیادبی جرأت کرد سر مادر ما داد بزنه بسه برای اینکه انبیا و اولیا همه از این قصه بمیرن اما با وجود این امام حسن فرمود لا یام که یوم که یا عبدالله یه جسارت به مادرش شد آخرم دق کرد
دلا به سوزه برا حسین فاطمه، از بالا نیزه نگاه میکنه، 84 زن و بچه هر کدوم یه طرف فرار میکنه، دامنهای نازدان آتش گرفته. حسین Hussein